گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتاری دری شیرین تر است. وقتی که من این کتاب را ورق میزدم دیدم که این کتاب با 3 زبان نشر شده است. زبان انگلیسی برای همگان مشهود است که چی مقام در جهان دارد و بردی من گمان میکنم مؤلف کتاب برادر ما عبدالرحمن احمدوف درمی بود که یعنی این کتاب را محدود و فقط به زبان تاجیکی نکرده است. این کتاب به 3 زبان نشر شده است. وقتی که خوانندگان ما، مهمانان ما، سیاحان ما، اون کسایی میخوان که با دستاوردهای ما در طول 30 سال خصوصا در قلمرو معماری، در قلمرو انشاءاتی که در پایتخت ما ساخته شده آشنا شود، اگر با یک زبان میدود البته آنها نمیتوانستند که به همه دستاوردهای ما آشنا شوند. من گمان میکنم برد مؤلف، برد کتاب از آن عبارت است که این کتاب با 3 زبان، به زبان تاجیکی، به زبان روسی و به زبان انگلیسی خب منتشر شده است. معلومات داده شده است. خوانندگان داخلی هم خارجی وقتی که با این کتاب آشنا میشن، روبرو میشن، میتونن که معلومات پیدا کنن. و باز من میگم که این کتاب به مثابه یک انسیکلوپدیای دانشنامه خب ارکیتکتوری یا که معماری چهره شهری زیبای دوشنبه ما را هم برای خود ما شهروندان جمهوری تاجیکستان هم برای مهمانان خارجی معرفی میکنه.